او بچه مرا تلفن. بفرما شف. باش که به رضوان زنگ بزنم ببینم از فرهاد گپ گرفته تانسته یا نه. کی هست ده گل صبح زنگ زده؟ او رئیس زنگ زده. رئیس. بله رئیس، صبح بخیر. رضوان بلند شو که صبح شده. شف بخشش باشه، شب دیر خوابیدم، خواب ماندم. رضوان ما از تاجیکستان صرف برای ماموریت آمدیم. میفهم برای ماموریت آمدیم، بازم بخشش باشه. رضوان وقت معذرت خواهی نیست، وقت ماموریت است. شف خب میلش امروز چی ماموریت داری؟ رضوان ماموریت ما صرف فرهاد است. نفهمی برای ما رئیسا 24 ساعت وقت داده. در 24 ساعت از فرهاد گپ بگیری. خوب شده است شف. میلش. چه قسم که گفتم اموتو کو در ظرف 24 ساعت جمع جور شو که از اینجا میریم. خوب شده است که امروز ماموریت ما تمام میکنم. تمام گرفته شد. او بچه ما تلفن بگیر. عجب، ما به خاطر ماموریت 24 ساعته شب و روز جان میکنیم. این در تناب دال و خواب خرگوش است، ولی نمیفهمه که عزرائیل به جانش آمده. افغان شنیده بدم ولی افغان سخجان ندیده بدم. این چه قسم موجودات روی زمین است؟ فرهاد بلند صبح شده. جاب بزن فرهاد. رئیس سمندر قبل از وفاتش اسناد زمینه 20 جریبه را کی تحویل داد؟ هیچ چیزی برات نمیگم و نمیفهم اسناد پیش کی است. گپ زن، اعتراف کن. میخوای بمیری؟ گپ نمیزنی نه؟ دندانای تا یک تا میشکنم. اوه فرهاد، حوصله کلا زدن هم داری؟ حال دیگه ترا میکشم. گپ بزن پشک افجان، بچه خودت در عذاب میتی. بگو اسناد زمین کجاست و در پیش کی است؟ یه خود زوف کرده. این بچه که زوف کرد، در رئیس زنگ بزنم برایش بگم که گپ نمیزنه.